در این ساعتی دیر شب در واشنگتن کارمندان طرابخانه هندی رسا خوراکی فرمایشی را آماده میکنند. ولی این نوبت مشتری نمیداند که در داخل خلطه چی هست. خوراک را از روی نرخش فرمایش داده است. اکثرا خوراکی گرم و دارای پروتئینی بیشتر میمانیم، چون فردایش اگر گرم کنید مثل امروز تر و تازه نیست، یعنی به مشتری ها خوراک آمیخته داده می شود. این خوراک از ضمیمه با نام تو گود تو گو فرمایش داده شده است. با آن طرابخانه و کافه و خوراک فروشی های پیوست هستند که مشتری هایشان به خوردن غذای آنها عادت کردند. محصولات پیشنهادی آن است که مهلت استفادهش قریب تمام می شود. مثلا در طرابخانه رسا یک کاسه خوراک روزانه 10 تا 13 دلار نرخ دارد، ولی در ضمیمه 6.5 دلار است. ضمیمه که باز شد، مشتری های زیادی نو آمده میبینند که در پیش خانهشان چی هست. خدمات تو گود تو گو سال 2015 در دانیا تأسیس یافت و امروز در اروپا و آمریکای شمالی کار میکند. مشتری های زیادی داریم که هر شام گردی دسترخوان خوراک میخورند و یا از درون قوطی ها خوراک خوردن را دوست نمیدارند. ولی باز هم اگر خوراک ناخورده ماند برایش یک راه دیگری ساختند. مثلا در کوچه های نیویورک 400 قوطی گذاشته شده است و آنجا فقط خوراکی ویران شده را میپرتایند. آن بعداً برای آماده کردن پارو استفاده می شود. وزارت کشاورزی آمریکا میگوید در این کشور تخمیناً 30% خوراک ساکنان اسراف می شود. با باور کریس مکالی پیشگیری از اسراف خوراک باید به یک هدف ملی تبدیل داده شود. مسئله فقط در ایجاد یک سیاست نیست و یا فقط گپ درباره تغییر کار صاحبکاران یا دیگر شدن رفتار استعمال کنندگان خوراک نیست. تغییرات باید در همه سمت‌ها صورت گیرد. تحقیقات نشان می‌دهد که خوراک اسراف شده یک منبع ایجاد گاز متن می شود که آن برای محیط زیست خطرناک دانسته می شود.